mana ang pisara. Tu bisa dimangasti. Tu baruti. لحد امبارح كلمتنا هي اللي كانت تمشي بتركيا كلياتها. نحن يلي كنا نخلق المشاكل ونحن كنا ننهيها، وسبب عدم استقرارنا السياسي والاقتصادي والمواجهة بين فروع الدولة والخلافات بين الأديان ومظاهرات العمال والطلبة، نحن يلي كنا ورا كل هالشغلات اللي ما فيها ديمقراطية. بس شوفوا شو صار بوضعنا. هذا لأنه كنا نلعب بدون قواعد مدروسة، وهذا الشيء هو اللي وصلنا لهالحالة. اللي ما كانوا يقدروا يذكروا اسمنا بالفترة الماضية هلأ قدروا يوصلوا لنا ببساطة واستوطوا حيطنا كمان. انت عرفان خطورة الوضع، نحن هلأ بأزمة حقيقية لازم نتصرف بسرعة. مزبوط، مشان هيك يا أسياد لازم ننهي هي القضية بأسرع وقت. ما حدا بيقدر يحاسبنا على كل شيء، وما حدا بيقدر يتدخل بمشاريعنا وشؤوننا الخاصة. كيف رح تنهي هاي القضية؟ الموضوع ما عاد سر على حدا بنوب. حتى لو حاولنا نخفي الحقيقة، بس الشعب مو غبي، هلأ ولا بعدين أكيد رح يعرف نحن شو سوينا. كل عملائنا بفروع الدولة عم بيعانوا من مشكلة الخوف والفوضى، وعم يعزوا إنه ما في حدا عم يحميهم. في ناس عم بيحاولوا يفضحوا أسرارنا بهي المنظمة لأنهم كانوا خايفين على حالهم. مشان هيك نحن لازم نحمي حالنا. إذا حدا منهم حكى شي كلمة رح يعملنا مشاكل نحن مو قادرين على حلها هلأ. نحن عرفانين شو اللي عم بيصير، وعوض ما نحكي خلونا نحط خطة جديدة ونمشي عليها. نحن لازم نحط خطة جديدة ونفاجئ فيها العالم اللي ما بيعرفونا. هاي الخطة لازم تكون شاملة ومحكمة لكل مؤسسات الدولة بدون استثناء. لا تخافوا، نحن مجهزين خطة محكمة من قبل. نحن عاملين حساب هيك ظروف. رح نقوم بتأسيس كتاب جديد لمشاريعنا، وكل الأمور المطروحة بهذا الكتاب رح تكون لمصلحتنا. بس نحن ما رح نوقف عند هالنقطة، لازم نعطي وقت أكبر للأحزاب الموجودة عنا بالبلد مشان يكون رئيس الوزراء بين إيدينا ونكون مسيطرين عليه. بصراحة أنا شايف إنه كتير مهم إنه نحقق هذا الهدف. إذا حطينا هذا الهدف بالمقام الأول رح نربح. يا أسياد، نحن رح نعمل جهدنا إنه ننهي هاي القضية، وإنتوا بتعرفوا قديش نحن ضحينا مشان نخلص من كل المشاكل. بس كل جهدنا بالفترة الماضية راح على الفاضي. بدنا حل لحتى يرجع التنظيم ياخد دوره من أول وجديد. لازم ننقل كل العمليات تبعنا والمقر والتدريب للولايات الغربية لأنها بتستوعب شغلنا. لأنه إذا قدرنا نأذي أكبر عدد من الناس الموجودين هنيك، وقت المجتمع رح يضيع، ورح تضطر الدولة تصدر قوانين لتحمي حالها. هالقوانين بدون ديمقراطية لأنه ما بتناسب الدولة، وهيك بيخرب الوضع. عدد المنتسبين للتنظيم والدعم الشعبي للأحزاب اللي نحن بندعمها قل. إذا ما قدرنا نتحكم بالإدارات المحلية ما رح نقدر نعمل شيء أبداً، وما رح نقدر نقنع حدا إنه نحن بنمثل شعب هي المنطقة كمان. قبل ما بلشوا الأكراد يتهجموا على الأتراك المدنيين قلنا إنه المشكلة انحلت، بس هيك رح يصير في حرب أهلية ونحن رح نحقق اللي بدنا إياه. بلشنا نحضر سيناريو جديد للمنطقة. الدولة داخلة بحرب مع الإرهاب. لما بينسى الإرهابي إنه هو من الأراضي التركية، وقتها بنكون حققنا هدفنا تماماً. ولما بيتحول الهدف من شيء اسمه مقاومة الجريمة لشيء اسمه مقاومة العدو، وقتها بنكون يا حضرات حققنا هدفنا، ورح نخلي الشرطة والعسكر يضغطوا على الشعب قدر الإمكان. مع الأسف الدولة رح تكتشف خطتنا بس متأخرة، لأنه رؤساء البلديات اللي حطيناهم ما رح يخدموا الشعب مثل ما لازم، ووقتها رح يفكروا كيف لازم يتعاملوا مع الوضع الجديد. مشان هيك نحن لازم نبلش من هاللحظة نكثف اجتماعاتنا مع كل رؤساء العشائر والقيادات الدينية بشكل مستمر، لأنه إذا خسرنا الانتخابات رح ينتهي دورنا، وكل التعب اللي تعبناه بيكون كله راح على الفاضي. مدرجون رفتي
میدونم حیران شده ای، اما من راستش رو گفتم. باور نمی کنی؟ شوم یکون چیز گوی آخیر. شما را انتظار مادر جان زود باشه. باور نمیکنم. برات پسرم. آقای دکتر، باور نمی کنی که مادرت هستم. فکر میکنی که من دروغ میگویم. چی واقعی شد خدای زیبون؟ در میکنیم خدای زیبون. مادر جان بیایید رفتیم خدای زیبون. در میکنیم. زودتر. پسرم، چرا باور نمی کنی؟ چرا مادرت را باش نمیری؟ تو چی کار میکنی زیلا؟ برات خدیجه را پرتفته به کجا میروی؟ مادر جان چی شد؟ چرا ایستادید؟ شما روید. من به شهر آمده شما را مییابم. چرا مادر جون؟ از خدیجه خواطرم. او را با خود گرفته به شهر میآیم. برادرم را میارم. مادر جون ما شما رو در شهر انتظار میشویم. خودتون رو احتیاط کنید. آنها اول به خدا بعد به تو امانتم الدو. آنها را تو پسی تیپه گسیل کن الدو. مایلش خدای زیبون. با دقت باش. خیر مایلش بیایید رفتیم زودتر. خدا نگهبانت برفین. کمی زودتر. زودتر. خدای زیبا مادری من بوده نمیتواند. این ناممکن است. او دروغ میگوید. باور میکند. برات بودنش را باور میکند. مکتوب در کجاست؟
الدو برادر لبای اون طرفش خودمون میرویم تو زحمت نکش مایلش یولماس خدا از شما روزی باشد اکای الدو. خدا کمکتان کند. تشکر برادر. پسرم عکست را ببینی باور میکنی. مادر جان گفته مرا با آغوش میگیری. خدا نگهبان شما. سلامت باشید اکای الدو. تشکر. کنیستید و فکرم این سایه آنها سینا. زارم زود پراکنده شوید. زودتر. ایستا. چرا انتظاریم سینا؟ آنها خیلی دورند. اگر تیرت خطا خورد آنها را گم میکنیم. آهسته اطرافشون را احاطه میکنیم. کنیز پسشان آنها را احاطه میکنیم. زود باشید. زود باشید. فهمانیدنش مشکل است پسرم. بعدی آمدنی خبری مرگی پدرت، مردی آیله تنها تو موندی. بیشاگی ها برای دوای خونیشان آمده تو را می کشتند. علاجی نداشتند. با این عقلی که من نقشه کشیدم خواستم تو را از دیه گریزانده و مردم گویم که برات مرده است. همین دور هم کردم. تو را گریزانده و مصطفی کماندان دادم. جیگرم پاره پاره می شد، اما برای زنده ماندنی تو مجبور بودم. او باید تو را به اینترنت می سپارید. خودش گفته بود. مصطفی کماندان تو را گرفته برد. از او خبر انتظار بودم، اما نمی اومد. جدایی از فرزند خیلی سخت است پسرم. تو حالا این را نمی دونی. شبها تو را خواب می دیدم. نمی دانستم که تو را چه یابم. تو را به خدا امانت سپاریده بودم. یک روز یک مکتوب اومد. خانم رابیه انسانی خوب بود. طاقت نکرده عکسی تو را فرستاد. گویا تو را به اینترنت سپاریده بودند. بعد از آن مکتوب دیگر خبری از تو نمی آمد. آن عکس را بوسیده می گریستم. از ترسی دعوای خونین این را به کسی نمی گفتم. حتی به خواهر و ابعد هم نگفتم که برات زنده است. امیدی و خریبا تو را به قیامت مانده بودم که خودت آمدی پسرم. شرف مدیا تقدیم وقتی که میکند. آقای مصطفی برای بردنت آمد فهمیدم که تو برات هستی. من به شما باور نمی کنم. باور نمی کنی؟ این طور باشد. ببین همه‌اش حقیقت است.
کجا رفتید؟ گفتم که پسرم. این عکس در دست مادرم رابیه بود. شاید که از او گرفته باشید. هزیلال، چرا با من چنین بازی میکنید؟ چرا مرا در جای پسری رحمتیتون برات میگذارید؟ پسرم، آخر برات نمرده هست، برات تو هستی، تو براتی پسرم. چرا میخندی؟ چرا نخندم؟ آخر تو در برم هستی. از این پس از تو هیچگاه جدا نمیشوم. همیشه در برت میمانم. با آرزوی و نیتهایمان میرسیم. انشالله همین طور میشود. خیلی عجیب است برفین. تا حال باوریم نمیاد که تو در برم هستی و یک جا با هم میگریزیم. بیا تنبالی نکرده زود راه کردیم. برانه حقیقتم را آینها کنست بسیمان زودتر. آینها گریختند از دست دادم. سلاح را گیر کنه زودتر زودتر. به من گوش کنید، همه جا را کابید، زری هر یک سنگ را بینید و آنها را یابید. فهمید زودتر باشید. اینها سینان، چه میگوی اکن؟ خودت را عذاب نده. مژده زخمی است. همین کیسکو بودنی از کسی خونش را میاده. اگر تیرنه برای تو را زهرآلود میکند به دیه برگشته نمیتوانیم. باید زودتر به بیمارخانه شهر رویم برفین. با این احوالم برای این سینان مرو دستگیر میکند. رفتن نمیتوانم. تو بهترش گریزی المد. میمارم اما تو را گذاشته نمیروم برفین. برفین من دیگر نمیتوانم. مرا به حالم گذاری المد. نه بیا غیرت کن. کسی میباید. خیز ما رو یافتن برفین خیز. انشاءالله نمیابم.
رفتیم زودتر. در اینجا چی کار میکنید؟ رو از اینجا. من به شما بدی نمیخواهم. او زخمدار است، بیگدار کمک کنم. رو از اینجا میگویم ما را دیدنت را هم فراموش کن. به فکرم از تشکیلات گریختید. بله. من محمد از دهه ورگینی پسر زیکو هستم. از خدمت برگشتم. اجازه دید کمک کنم. تو محمد هستی؟ تو برفین دختر خاله زیلال. بله محمد. او بیگانه نیست یلماز. کنی زودتر. زودتر همه جا را کنید. ایزی خون در اینجا نیست شد چرا؟ چطور نیست شد؟ تو چه ها میگویی؟ آخر به هوا نپریدند. کنی زودتر کابید آنها را. آن مشپشه ها را یابید. زودتر خوب شد زودتر کابید. خدایا توبه این مکتوب در کجا باشد؟ خدا جان به من کمک کن. مکتوب رو خوندنت به گفته هایم باور میکنی و مرا مادر میگویی پسرکم. بیاید. کنیستا تو کستی؟ گفزن در اینجا چیکار میکنی؟ محمد از دهه ورگینی است. با ده همون میروم. خواستم در اینجا کمی دم گیرم. با فکرم فیلاری ها رو میجویم. تو از کجا میدونی؟ وقتی به اینجا اومدنم در تپه با آنها بخوردم. دختر زخمدار بود. زود گپ زن. آنها را در کدام تپه دیدی؟ در آن تپه به طرف شهرک میرفتم. اگر درو گفته باشی کنی از پسی من رفتیم. کنی زودتر دیر نکنیم. روی درو باید بگم. وای رویش رو بینید. دختری بیچاره
شفا یابی هم رویت مثل پسر نمی شود. کیزبون کنی با بیرون برو. چرا جنگ میکنید؟ کیزبون با بیرون برو. دایی مرا پیش میکنید. زیق نشو روکین. آقای دکتر هرچی از دستش راحت میکند. همین در نی آقای طاهر. آقای طاهر. البته همینطور. صبح بخیر. خالای زیلو؟ نیلا، من تنها بودن میخوام. برآمدی در هم پوش. خالای زیلو، شما نرفتید؟ نه دخترم، من از نیمه راه برگشتم. یلماز و برفین چی؟ آنها به فکرم از کوه گذاشتند. با خدا تعمیر کردم رحیم. کنی یک گوش کنید. کنی یک مونت پدر جان. حاضر. اما جانی باباش کنی خان. محمد آمد است. سرکم شیرین شرف مدیا تقدیم میکند. دکنه کن بگونه نیست پدر. نه پسرم. بیوی وای بخینش. این دختر خالای زیلو شناختم. برفین است. کمک کنید. من دارش نماندم. مشکل زیاد را در رایت. زخمش رو بستم. باید زودت دکتر رو جزنیم. دکتری نزدیکترین در دهه آبی کلان. طاهر، چرا برای دیدن خانه نمی روی؟ اگر به تو معقول باشد با من هم معقول می شود. آخر آنجا خانه هر دوی ما می شود. با تو چی شد طاهر؟ هیچ چیز نشده از زینب. طاهر، اگر یکون مشکلی داشته باشی. زینب همش خوب است. تو خودت نشو. مایلش چقدر خواهی؟ پسرم بیا کمی صحبت کنی. پسرم بیا. پسرم من به تو دوغ آوردم. مرحمت. چرا زحمت کشیدی پدر ایخه جان؟ نگو پسرم. خدای به من هم مادر گفتنش را نصیب خیر کردم. پسرم، من رفتم. انا این اثباتی گپهایم. از این پس اگر خواهی باور کن، خواهی نکن. اما دانسته باش دیگر چاره داشتم. نباشد دعواگرهایمان تو رو میکشتند. میخوام چی گفتم برادر؟ 25 آقای را با خدا نمیشود. هر مایلش 30 مایلش. خیر خوب مایلش نصیب کند. دلها را گیرد نرویم. اکا این چی کاری کرده اتون؟ چرا گوسفندان رو بفروشی؟ کاری تو چی؟ هرچی خواهم میکنم. او گپ زنید اکا آخر گپ زنید از برای چی گوسفندان رو فروختی؟ برای چی هم؟ و من کاردار داشتم. آخر اکا در پیش توی داره باز خرفهایمان هستن. پدر، امک جان چی واقع شد؟ این همه که دخترم تو همه گوسفندان رو فروخت. چرا پدر؟ نمیدونم دخترم نمیگوید. مجبور نکنید پدر، شاید یکون مشکلی دارم. خواطر نشو دخترم.
من البته اون مشکل رو میفهمم. خواطر نشو دخترم. و مهمان خانه کلان شهر را نهاد را یافته پلها را بوده. مایلش میرسم. شما خواطر نشوید. گویی که آقای رافع فرستاده است. با زحمت کشیده به اینجا نآید. عجب، این پلها رو به کی میفرستاده باشد؟ برادر، یک دقیقه ایست. یک دقیقه ایست. یا خدایا، این پلها رو به کی میفرستاده باشد؟ به او چی شده باشد؟ یا خدایا، به او چی شده باشد؟ من اینها رو میگیریم، این ظرفها رو میگیریم. چیزمان، تو در اینجا چی کار میکنی؟ پدر اینها چیست؟ کار چی؟ چی میخوری؟ من کار دارم. پدر جون، بغضت نوید. میخواستم با شما گویم که اما که مسلم رو با جیانش در خانه هم مهمانداری کنیم. آخه شما رئیس دیه هستید که شما رئیس عالی همتید، همین طور نه؟ سردار این قومید. مایلش همین طور است. راست میگویی. البته عالی همتم. ایستا یک با حمید هم صحبت کنم. این طور باشد من رفت تیاری بینم. باز شرمنده نشدیم. اینجا بیا. دختری امینه روکین چه حال داره؟ با خدا پدر جان رفته دیدم. بیچاره حالش بد است. به فکرم زیاد نمی شود. حالا در کجاست؟ در بنگاه تیبی است. بودنم رو نمیدونستم. وقتا که خدایا با من کمک کن. آقای طاهر به فکر فرو رفته است. گپ نمیزند. خالای زیلال به او چی شده است؟ چی میشد دخترم؟ مگر نمیدانی؟ خامدار میشود. این کاری آسان نیست. شاید در همین فکر باشد. چی تقویم که او پسر من است. اگر بشاقی ها فهمد او رو میکشد. این محمد زیکو نیست مگر؟ به خدا خودی اوست. بخیر است زیکو؟ خانم جلال خبری بدی دارم. برفین زخمی شده است. چی؟ اما زخمش بسته نیست. زیکو تو چی ها میگویی؟ با برفین چی شده؟ زیکو گپ زن. با برفین چی شده؟ یلمز چی؟ او چی حال دارد؟ خواطر نشوید، یلمز خوب است. او هم با برفین در خانه من است. زنم برفین رو پراندن. زنم خواهرت را نخمی کردن. برفین کجاست؟ در خانه زیکو. چرا با اینجا ناورد؟ چطور می آوردم آخر؟ همه جا پر از آدمانی سینو. هلو زودم رفتیم. سنان آن فروره های تشکیلات کجا شدن؟ ما جناب سبا آنها را البته دستگیر میکنیم. خوب، اما باید زودتر دستگیر کنید. اگر همین طور رفتن گیرد در کوه خودت تنها با حیوان ها میمونی سینان. این چخل گپ است. شما ما را با حیوان برابر میکنه جناب سبا. نه سینان، جنگاورانت باید مثل حیوان ها با قوت
پرقوت شوند. من همین رو در نظر داشتم. خفه نشو. خب فهمیدم. آقای سینان باز ریزم؟ نه نمی‌نوشم رو. ای باد با این آدم ها هم رفته 2 قابی خونو بیار. خوب شده است. سنان این چه حال است؟ با خدا این به تو نمیزبد. با وجود اینقدر مشکلی ها باز از پسی فراری ها میگردیم. میدانه چند ساعت از پسشون سرگردان شدیم. یک چند کس را از پسشون فرستادیم. در دهه آبی کلان هم آدم گذاشتیم. ببینیم کنی آن بیناموسان خائن تا کجا میگریزند. خیر این مهم نیست جناب صبا. سببی به اینجا آمدنم را میدانید؟ تشکر. برای تشکیلات زنها و دختران لازمند. هر قدر زنها زیادتر به کوه برایند همان قدر خوب. اکنون به ما گوید که یگان کس به ما همراه می شده باشد. البته می شود اگر کمی کوشش کرده آنها را باور کنونید. با دستی خالی نمی روید. دخترهای زیادی را با خود می برید. چه شد؟ یگان خبر هست؟ نه قماندان. چرا برگشتی به ناموس رو؟ تا آن خائن ها را نیابد بر نگردد. خوشان این فراری ها تو را خیلی عصبی کردند. آن آدمی که باورش میکردم و قماندان تعیینش کردم به من و تشکیلات خیانت کرد. آسان نیست جناب صبا، آسان نیست. این یلماز قماندان کارش را میدانسته است. مژده به گریزوندن میارزد. به خدا اگر من همی بودم او رو گرفته میگریختم. خودت رو به دست گیر. چشمانت رو کشو برفین. دیگر نمیتوانم یلماز. چشمانت رو کشو برفین. التماس. من نمیتوانم. تو خودت گریز خودت رو نگیری. برفین خاموش باش. این ترگاب نزن. بیچاره دختر های این دختر هم کی میآید؟ دخترم برفینم. مادر جان آمدم دخترم. آمدم دخترم. خدای زبال یک طرف استید. برفین تقدیرت بلندی کرده است. زخمت سبک است. خونی زیادی از دست داده ای. باید توزه کنم. دوکای توزه بیارید. ای ربی حاضر. این بسرم دخترم سیاحت می شود. زخمش وزنی نیست سیاحت می شود. یلماز چی واقعه شد؟ سینان در کوه برای ما دام گذاشت. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. خدیجه با خیر است خوله؟ مادرت و برفین در خانه ما. چی؟ شما چی میگوید خوله؟ برفین رو گرمدیم. نه خدیجه زنده برای سلاح داران رو فریب دادن. همین تر گفتن بیا هر دیشون هم در خانه ما. مایلش همین که توانستم زود میروم. خواهرم خدیجه با کجا میروی خدیجه؟ وای مادرم آمدند در خانه ما که زیکو هستند. رفته او رو ببینم. عزیز گرسنه است. سر و لباسش را حالا همین وزن نکرده ای. کی میکنی؟ وای امک من عزیز شوهرت است. عقلت را کار فرما خدیجه. مهلت عزاداریت به آخر رسیده است. پگاه شما را نکاح میکنیم. این را فراموش نکن. سری مرا گرنگ نکن. هدیه من همش را آماده کردم. امروز چیزهای فرمودم را از شهر میارن.
یگان کمبودی نیست؟ بله همه‌اش آماده است. تنها زر و زیور مونده است. انا شنیدی؟ همه‌اش آماده است. تگانی کار میکنیم. تا آمدن ما عزیز را نگاه بین کن. مادر جان، باز خورسندیم در دلم بود. اکنون من چیکار میکنم؟ حنیفه با ما چای بیار. خوب شده است. Yanga? حنیفه Yanga? Yanga? حنیفه خلیفه است حنیفه؟ احوالم خوب نیست. ایتین گریدو را به خونه درارید. برید زودتر. خوب شده جناب سبا. باز فشار خونش بلند شده است. با او آبدید تا به خدای. خدای توبه. در را پوشید. انا روی خط دخترها همه‌شان در همین جایند. چنانه که گفته بودید بعضیشان با پدر و مادرشان جنگی‌اند، بعضیشان یتیم و بی‌صاحبند، اکثرشان جوانند. همه‌شان برای شما موافقند. همه‌شان همین قدرن جناب سبا. باز زیادتر لازم، باز هم زیادتر. میدانی در نزد موسی هم یک دختری هست، نامش خدیجه. موسی میخواهد مجبوراً دختر را به پسری معیوبش خانه‌دار کند. دختر جای گریز میخواهد. این کاری ایتین است. مادر جان، خدیجه آمد. مادر جان، مادر جان. برفین خواهرکم، برفین. خدا را شکر که زنده برفین. نفهمم گفته با تو دروغ گفته بودیم. خواهرکم، خواهرکم جانم. خدایا با او چی شده؟ وقتی گرفتنمان به دام سینان افتیدیم. یولماس تو هم در اینجا؟ هیرسیموس خواهرم رو نجات ده. پسرم برفی صحت می شود همین در نه. خونی زیادی از دست داده است. حیاتش در خطر است. باید به او خون دهیم. خون را از کجا میابیم دکتر؟ اگر خون موافقایت من میدیم. من اپاش هستم، از من گیرید. شما اپاش میشوید اما شاید خونتون موافق نباید. پس چیکار کنیم دکتر؟ خونی دکتر به برفین موافق می آید. بله، خونی من به برفین یک است. یک مراتبه دیگر هم خون داده بودم. شما به بیرون برایید. بیایید رفتیم. مانی دکتر کارش رو کنند. رفتیم. شما هم به بیرون برایید خدای زیرال. من جناب سبا این پولها برای آدمان از مزرعه فرستاده اتان. اگر اون دخترها را بریم پولی آنها را هم میارم. البته میارم. من
این دفعه برای آدمانی با کوه فرستادم پول نمیگیرم. یعنی پول نمیخواهید؟ نه نمیخوام. با فکرم یکان خواهشی دیگری داره جناب سبا. چی خواستنم رو ناز میدونی سینون؟ مگر من رو نمیشناسی؟ خیلی خوب میشناسم. اون دختری که در برای ایتن است. نامش نازی چی شده است؟ میخواهم که او را بمندی. چه ها میگویید؟ به خدا ینگه حنیفه دیگر مرا به این خانه را نمیدید. هرمان حالش نمانده است. او بیمار است. این هم از روزی به این خانه آمدنش توهین بیمار است. جناب سبا بیماری ینگه وزنین است. آب هم فایده نکرد. خب فهمیدم. حسن لبه جناب. زود رفتم محمد زیکو را جیغ. خوب شد است جناب. تو بدرون دارو. بیا آفرین. مادر جان، وقتی که گفت خونم با برف یک از به شما طوری نگاه کردید گویا میدونسته باشد. من به او همش رو گفتم. چی؟ گفتید؟ یعنی او میدوند که برادری ماست؟ خاموشی خدیجه، بس گپ زن. مایلش بعد چی گفت؟ چرا زیر شد؟ با من باور نکرد خدیجه. گلو چمان غزانه مگری خم ملاله مگری او چه حاله شین زواله مگری تو خواهرم هستی. اوی مگری خدایا باور کردنش چقدر مشکل است. گریه نکنید مادر جان، آخر آسان نیست. بیچاره کمی به خود آید. البته قبول میکند. قبول میکند. بعد هممون از اینجا میرویم. شما چی ها میگوید مادر جان؟ آخرین موسا مرا دیوانه میکند. بگو مرا با عزیز نگاه کرده نیست. نمیدونم چی کار کنم مادر جان. او چیزی گفتن نتوانستم. چی؟ مگر عزاداریت به آخر رسید؟ آقای موسی میگوید که به آخر رسیده است. اگر میدیدید که عزیز با من چه خیلی نصیبت میکند، نمیخورد نمینوشد، همه وقت این طور است. موسی باشد از من خفه میشود، عزیز رو نگاه بین نمیکنی میگوید. مادر جان چی کار کنم؟ از دستم چی میآید؟ جانم به لب رسیده است. کاش میمردم از دست آنها خلاص میشدم. این نگو خدیجه. چی؟ تو مگر بی صاحب ماندگی؟ نترس، من به این کار اجازت نمیدیم. نترس. خدیجه مادر جان. خدیجه تو در اینجا چکار میکنی؟ چرا عزیز را در خانه تنها گذاشتی؟ پسرم دستش را سوزانده است و تو باشی در کین کجا ها میگردی؟ کنی رفتم ما تو را برای چی گرفتیم ها؟ را کرد خیلی پیدا را را کرد میگویم. مادر جان مادر جان خیلی پیشتر راست برفی تاجر نست گوش کن موسی، دخترم گناهی ندارد. او برای خبرگیری هم آمده. گناهی نه؟
تو کیستی؟ چرا دخالت میکنی؟ بیسارم قریب با عیبی او میمورد. قریب آخر تو کازان نشد کسی را دوشم میکنیم. یا سیدم شم Yılmaz Sisto. Sisto batu meyga Yılmaz. Hadi peşler ya. Yılmaz dayak mı nakun? Sisto. Yani batarım da. جناب سباش مراجع میزند. ماینش رفتیم. سلامتی هم خیلی بد است صبا. خیلی خوب بود. انا دیدی حنیفه دائم بیمار است. این خیلی زندگی نمی شود. تو این دختر رو به من ده سینام. واه واه واه، حالتان بد است دوستی جانی من صبا. خفه نشوید. تشکیلات برای در کور نگاه داشتنی جنگاورانش به زنهای احتیاج دارد. در حالی که تشکیلات از روی نقشه کار میکند، من نمیتوانم به شما دختری را هدیه کنم. و باز در کار این خیلی دختران خوشرو خیلی ضرورند. و گریختن بعضی جوانان من همین خیلی دخترها مانع میشوند جناب صبا. شما بهتر میدانید جناب صبا، خفه نشوید. خانیدار را کرد به این پسر نکرد. تو حالا هم نفهمیده ای این پسر برای ما همه ثروتمان است. بعد از سر من وارث این خاندان است. اگر با او یکون چیز میشد نه خدا تو زنده نمیگذاشتم، میکشتم. زنده نمیماندی، نمیموندی. فقط کمی دستش رو سدانیده از دختر. دمت را گیر، به همش تو گله کن. تو را هم میکشم، فهمیدی؟ میکشم. بازم ساخر امان. ای بس ساخر در روی کار میکنید بیره نیست. دمت را گیر. دخترم رو نزم میگویم موسا، رحم کن. کنی دم شود ندارم. دیگر با این خانه باید را نمان. دم شود میکشم. چرا دخترم رو میزنی؟ دم شود میکشم. رازم بله. سرده دخترم رو. حاضر هدیتون رو میکشم. زنی احمد نبشو از خانه من. دیگر به اینجا نبیا. خدیجه زنی عزیز است، عروسی خاندان. راز اینجا بردن نمیتوانی، فهمیدی؟ دف شو میگویم. برابر نشد دیلا. خدا به تو رحمتو کند مصاب. دیگر چی گویم؟ دمت رکیر. دخترم رو میگیرم، بیش از نگاه دخترم رو میبارم. مگر نسل برده نمیتوانم. رفتیم. مراجع زده جناب. این زن من باز بیمار شده است. این دفعه خیلی وزنین است. تو به دهه یا به کلان رفته، دکتر رو بیار. خوب شده جناب، از خانه اسبم را گرفته، زود میروم. از این دکتر هیچ خلاص شده نتوانستیم. تو دکتر رو یک طرف گذارو. گوش کن، این زیکا هم یک دختر داره. نخواد. برای بردن موافق است. رفته طلب کن. دست و پایش بسته است. دخترش رو میدید. خیر، حاضر میرویم. سینان میگوید. چی؟ سینان میگوید. سینان میگوید. شما چه ها میگوید اما کی زیکا؟
همین که از خانه سبا بر آمدم از پسم شدن معلوم که به اینجا می آیم. اکنون چی کار میکنی؟ زکا کجا شدی؟ محمد زکا مرحمت کنید قماندان. گفتم یک تو را خبر گیرم محمد زکا. بخیر است قماندان. و خانه دعوت نمیکنی مهمانداری را هم فراموش کرده ای. کنی رفتیم مادر اینجا ایستیم. بیا رفتیم آمدم سینان. مرحمت به این طرف. تشکر به تو زکا. حاضر تو خوب میارم. نه لازم نیست. سبب تشریفتان رو نفهمیدم. شنیدم که تو دختر داشته ای زکا. دختر در کجاست؟ با دختری من چیکار دارید؟ میخواهم که او با ما همراه شود. چخیل همراه شود؟ چی ها میگویید؟ تو چرا به غضب آمدی جوان؟ اگر رفتنی خواهرت را نخواهی خودت بیا. ما برای شما بکو برآمدیم. برای شما می جنگیم. فهمیدی؟ تو کاردار نشو محمد. بکوه برآمدن چی بدی دارد؟ جنگاور شدن شرف است. ما برای خلقمان برای برادرانمان می جنگیم. این خیل نمی شود. باید به عمل زیکا کمک کنم. سینان قماندان، من سالهای دراز به شما حق می سپاریدم. دختری من در فاتحه است. خاندار می شود. التماس او را به حالش گذارید. ای زکا، از پیش خودت گپ نزن. کنی یک دخترت را پرسیم؟ شاید خودش می خواهد. او در خانه نیست. ایتین کنی ببین در خانه هست یا نه. شاید در اینجا باشد. سینان این در محکم است. چی؟ چه محکم است؟ خوف است. قلف کردند. زکا، در اینجا یگان چیزی پنهانی داری؟ در اینجا چی هست زکا؟ هیچ چیز نیست. آنجا همیشه قلف است. در آنجا چیزهای کهنه است. میلش کنی کشا آن چیزهای کهنه را هم ببینیم. چی گفتی زکا؟ زکا السلام علیکم ممک زکا. و علیکم السلام دکتر. من هم به نزد تو رفتنی بودم. بخیر است ممک زکا. زنی جناب سبا بیمار است. مایلش رفته میبینم. بیا رفت یک طرف. دکتری مشهور. باز با هم واخوردیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ سینان، شنیدم که تو به این دیها آمده ای. آخر به هر کجایی که قدم گذاری آنجا خون ریزانده می شود. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. رفتیم زودتر. رفتیم من این جوان را در کجا دیدم؟ در کجا؟ در آن تپه به طرف شهر می رفتند. چه شد سینان؟ البته همان است. این دکتر بیهوده آمده است. شاید یگان بیماری داشته باشد.
شاید بیمارانش مجده یا یلمز باشند. ما؟ شاید آنها در همینجا باشند. راست میگویی، خانه را میکوبیم سینان. نمیشود. کی میداند در کجا پنهان شدند؟ تا عمیق نشود کاری نمیکنیم. باز آنها را ترساندن نگریزانیم. ایست حالا صبر کن. البته خودشان میبرایند. صفا اینجا بیا، بش کن. از این خانه چشمت را نمیکنی. خوب شده از اینم. از هر کاری که در اینجا میشود با خبر میشوی، وگرنه فهمم. راهگرد. رفتیم. اوه وای خوش آمدی دکتر. خوش باشید. بیمار است. در درون است. بیا دکتر، بیا گذر. اپا خدا شفا دید. دکتر این شمایید؟ البته اوست. دکتر، یک روز را میکشم. محمد زیکا، دخترت آمد یا حالا همون آمده است؟ با خاطر تو آمده است. اصلا تو صحت نمیشوی، اما با هر حال دکتر را جیغ زدم. جناب سبا، ما رو تنها میگذارید؟ خب مایل است. جناب با شما گپ دارم. گپ میزنیم. زیکا بعد. جناب، سینان دخترم را بردن میخواهد. نه من برد؟ اگر گفته باشد مجبوری دختر رو دودی. شما چرا میگویید جناب سبا؟ این چی گپ؟ برای چی؟ فرزند آدمان بیچاره مثل ما به کوه میبرآمدند و فرزند آدمان داران نه؟ سینان دخترم را به حالش گذارد. التماس کمک کنید، دخترم ناموسی من است. اگر با او یگان چیز شود همه را صرف نظر کرده شما را میکشم. مایلش نکا، مایلش. من با سینان گپ میزنم، دختر رو نمیبرد. آرام شو. مایلش. دخترها، از برای خدا آب دهید. ما وقت نداریم، رفتیم دخترها. میدونم از من میترسید، اما من از شما چه فرقیت دارم؟ اگر فرق نداشته باشی چرا به کوه بر اومدی؟ به کوه برای آزاد شدن بر اومدم. اگر در اینجا میموندم مرا با آدمی که نمیخواستم به شوهر میدادند. یک عمر غلام میموندم. اما از روزی که به کوه بر اومدم به خدا حالم خوب است. هر چی خواهم میکنم. خدیجه زودتر بیا. انا باز او عذاب میگیرم. اول او را با اون پسر معیوب باشم نگاه میکنم. به خدا دلم با اون بیچاره میسوزد. دیگه منم میسوزد دیگه. نترس، با تو گپ دارم. من به شما کاری ندارم. گوش کن، تو مجبور نیستی که به این عذاب ها طاقت کنی. تو به این سزاوار نیستی. تو باید حیاتی خودت را آغاز کنی. اجازت نده که با تو چون با حیوان مناسبت کنند. رحیم خواهرم، دخترم حیف می شود. باید پیش از نگاه او را گریزانم. چی کار کردنم را نمیدونم. از یک طرف برفین، از طرف دیگر خدیجه. ابا برفین، ابا در کجا؟ ابا در کجایه؟ برفین.
همتون دستون چکه حیفی شما چرا آفان رو در نزد اون مردم گذاشته چرا گذاشته آرام شما خیلی یعنی اونها در همین جایم مادر جان نخواد اپم رو در دستی اون ظالمان گذاره اون ظالم چیکار میکردیم چی کار میکردیم 100,000 من خودم رفتم اون رو نجات میدیم تو چیکار میکنی مگر دیوانه شده آروم شو دخترم بایرام بیا اینجا بیا بایرام پسرم مادر جان زیق نشو جانکم گریه نکن جانکم ایتن چیکار کردی؟ کنی گپ زن؟ همش خوب است سینان این بگاه دخترانی زیادی به ما همراه می شوند اما این خدیجه کمی یک رو است هیچ گپ نه از من خلاص نمی شود آفرین ایتن آفرین تو کارات خوب میدونی ایتن سینان خماندار چه شد؟ چه واقعه؟ مجده و یلمز در خانه زکار چی؟ جمع شوید زودتر زودتر با من گوش کنید همتون با دقت گوش کنید وای بچه به نزد من بیا تو شماره های درآمد و برآمد ده را نظارت کنید فهمیدید کنید زودتر تو همه جای را کابید زودتر کابید زودتر کابید کنی رفتید زودتر کابید رنر زودتر یابید کنی ایتن یا رفتیم اما از پسی کار را تان شدید وقتی مردن نتان رسید این دفعه از من رها نمیابید چیکار میکنیم یلمز؟ خدیجه را نجات نمیدیم وقتی که سینان در دیه از کار کردن نمیتوانیم برفین تو رفته خدیجه رو خبر دار کن گوی که شب آماده شود آمده او رو میگیرم هممون به شهر میرویم سینان در اینجا بودنتون را فهمیده است با آدمانش به اینجا می آید اکنون چکار میکنیم زیکو؟ از پس من بیایید بیایید زودتر یک طرف بدرون درا به این طرف در کجایم نه؟ در کجایم؟ در کجا پنهان کردید؟ در کجایم؟ با کجا گریختند؟ قربانتون شوم احتمال به ما ضرر نرسونه با خدا در خانه کسی نیست بغیر از ما کسی نیست با خدا راست نگویم در کجایم؟ مادر جان
رفتیم میکنیم میابیم رفتیم. در اینجا کسی نیست سیمون. نخواد. در کدام جهنم؟ در کدام جهنمی؟ اگر دوباره رو پوست میکنم. در کجای؟ با کدام غار در آمدید؟ میابم همه تون رو میابم میکشم. جمع شوید. میرویم. اکنون چیکار میکنیم اما کیزیکا؟ به وادی ماران به نزد برادران واحد میرویم. شب را در آنجا روز میکنیم. از اونجا به شهر رفتن آسان. بیایید رفتیم. زودتر شتاب کنید. بیا به تو گپ دارم. خدیجه، اگر خدیجه رو این شب نگریزانم دیگر دخترم را نمیبینم. تگاه او را نگاه میکنم. گوش کن پسرم، این بگاه ابد را میگریزانم. یک جای از اینجا میرویم. من فقط یک آرزو دارم. تو را با خواهر ابد از اینجا برده عائله‌مون را سرجم کردم. مرا فراموش کنید. من این آدمون را، زینب را پرتافته رفتن نمیتوانم. اشتهایی تام. تشکر. گل زینب abla. شکر امک مسلم. فشار خونتون خیلی خوب است. خدا از تو راضی باشد. صد شکر خداوند. دست ینگه گلی درد رو نبیند. خیلی زحمت کشیدن. چه زحمت؟ خیلی سلامت باشید. با شما هم تشکر خانم دیلا. هر روز برای معاینه با اینجا میآمدید. شما هم زحمت کشیدید. آقای فؤاد این طرف نگویید. التماس. اگر فراموش نکرده باشید من همشیره‌ام. این وظیفه من است. فهمیدید؟ فهمیدم. فؤاد بیا پسرم، نمازمون رو در مسجد میخوانیم. خیلی خوب میشود امکی همین. استید من هم با شما میرم. آقای مسلم آخر شما بیمارید. امک جان التماس نمازتان رو در خانه خوانید. کمی دم گیرید مینش. آقای مسلم شما کمی استراحت کنید. همین که صحت شدید بعد یک جایه به مسجد میرویم. میلش تشکر. استراحت کنید. السلام، چه حال دارید آقای فؤاد؟ خوبم. آقای مسلم چه حال دارند؟ خوبن انشالله؟ شکر خدا خوبم. انشالله. دخترم ما باید به مسجد رویم. تو گذرشین ما دیر نکنیم. میلش من بخشیش. گلو کاری خوب نکردی. آخر به تو چیزی نگفته بود. پسر خوب است، با ایمان است. چرا این طور میکنی؟ چرا رد میکنی؟ دخترم گفت زن یا اینکه یکون کسی دیگری رو دوست میداری ها؟ بگوی دخترم بگوی. چه حال دارید امک جان؟ خوب هستید؟ خوبم دخترم تشکر. اکنون تقسیم میشویم پسرم. تو به دهه آبی کلان رو. اما کیزیکا آنها به شما امانت. تو خواطر نشو رو. رفتیم بیایید رفتیم. رفتیم مادر جان. بیایید رفتیم. زودتر. ایست.
شما کیستید؟ با کجا میرویم؟ با وادی ماران میرویم. این پسرم است. اینش باشد روسا. یعنی روی تا را کشاید؟ راهمان را دوام میدیم. خدیجه التماس یکون خبری بد نگوید. مادرم خواهرم خوبند گوید. خوبند. آرام شو. خدایا شکر. گوش کن. مادرت گفت که با خدیجه رفته بگوی تیار شود. شب اومده این رو میبرم. یک جای به شهر میرویم گفت. با مادرم گوید که انتظار میشوم. چیزی که نشود انتظار میشوم. میلش. تشکر. چی شد؟ آنها چه حال دارن آقا؟ خوبم دیلا. فقط همین قدر میگویید؟ برفین سیاه شد. با یولماز باشد چیزی نشده است. در یک جا پنهان شدند. پگاه به شهر میروند. با شما چه شده است آقای طاهر؟ خوبم دیلا. چیزی شما رو زیر کرده است اما نمیگویید. چرا اینقدر سوال میدهی دیلا؟ وای بله راست میگویید. ببخشید. دیلا مرا ببخش. تو را رنج آدم. روزای آخر خیلی خسته شدم. احوال رو کن چی دور است؟ مادرش رو به خانهش برد اما احوال دختر خیلی بد است. از من خفه نشوید. او رو بزنه گرفته نمیتونم. مرا ببخشو که چی شد خاله جان؟ راشید از نیکا دست کشید. راست میگوید. با این حال مرا کی بزنی میگیرد؟ رشید ایستا. رشید با این حالی من نگرد نگاه کنید. با این حال من با کی لازمم؟ روکیه اگر روی تو اجرا میکنم همش مثل پیشتر میشم. من با این حال زندگی کردن نمیخواهم. التماس مرا کشید آقای دکتر. روکی برای چهره رو برگرداندن از دستم هرچی آید میکنم. بعدم میگم گریه نکن روکی. زیکا برادر قربانت شوم. خوش آمدی. خوش باشید آقای واحد. شکر خدا که وام بخورده ایم. حالا هم همون خیل است. ها همون خیل است. اینها از تشکیلات گریختند. گفتم که یک شب در خانه تو مهمان شوند. نوری دیده تاج سر. مرحمت. بیایید.
اینها از دهه آبی کلانند. خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر امک. خوش باشد امک جان. خواهین ها تو را شناختم. شما چکار نکنید؟ ایست. برای چی او را میزنید؟ آخه برای چی او را میزنید؟ او یکی از آنهاست. برفین از تشکیلات گریخت. ایستید. دخترم از دستی آن ظالمون گریخت، دیگر با آنها نیست. تو هم بودی، همش را دیدی. باید بعد از 2 روز خاندار میشد. بعد از آن روز دخترم دیگر گپ نزد. دخترم دیوانه شد. همه مردمی دهت جمع شده از پس آن خاین ها رفتیم، اما آنها را یافته نتوانستیم. نشد. ناموس دخترم را پاک کرده نتوانستیم. زنم طاقت کرده نتوانست و وفات کرد. خدا به شما صبر عطا کند آقا. آن روز هرگز از یادم نمیبراید. خدا هممون را از این ظالمان نجات دهد. من باید به ده برگردم باید. میمه ها به تو امانت. خواطر نشد. تشکر باید. تشکر. مرا ببخشید امک جان. ببخشید. خدا خواهد روز با آن سینان خاین روبرو می شوم. به کجا رفتن؟ گبزن میگویم به کدام طرف؟ این طرف. بیهنرها آنها را برده گرانید. یعنی به وادی ماران رفتند. فکر کردند که از من رها بیابند. بیعقلها.